ساعت 5 صبح صدای زنگ ساعت، با چهره خواب‌آلود از خواب بیدار میشی، به گوشی نگاه میکنی. ساعت 5 صبح بیدار شدن غیر ممکنه. اصلا چرا باید این کارو بکنم؟ و اینجاست که این کتاب جواب سوال شما رو میده. رابین شارما توی کتاب باشگاه 5 صبحیش به قول خودش میگه که وقتی بر صبح خودت مسلط بشی میتونی زندگیت رو متحول کنی. این کتاب حول محور 3 شخصیت میچرخه. یک زن کارآفرینی که واقعا زندگیش به هم ریخته است و خیلی اوضاع احوال بدی داره. 2 مرد هنرمندی که از اون مسیری که داره میره داره ناامید میشه و به نتیجه نمیرسه. و 3 یک مرد مرشد و مربی که به این 2 نفر کمک میکنه تا از این اوضاع احوال در بیان. حالا این داستان از کجا شروع میشه؟ این خانم به خاطر به هم ریختگی زندگیش و اون مرد به خاطر ناامیدیش میرن توی سمینار که بتونن از این اوضاع احوال زندگیشون بلکه خارج بشن. اونجا با این مربی آشنا میشن و این مربی اونا رو دعوت میکنه به یک سفر طولانی تا اصول موفقیت رو توی ساعات اولیه روزشون بهشون آموزش بده و توی این کتاب استراتژی هایی رو بهشون آموزش میده که بتونن نهایت استفاده رو ازش ببرن برای پیشرفت زندگی شخصیشون و بیزینسیشون. اگر شما آماده ای که زندگیت رو تغییر بدی، اگر واقعا میخوای متحول کنی زندگیت رو، بهت پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو بخون. البته اگه آماده ای.